پیامبر دوست دارم. آیا به خاطر تطبیق یک حکم و دستور الله و پیامبرش از خواسته خود گذشتیم؟ اگر گذشته باشم و در هنگام گذشتن از خواسته خود به خاطر جلب رضایت الله و پیامبر ناراحتی قلبی نداشته باشم، اینجا من در ادعای ایمان خود به الله و پیامبر صادق. حتی اگر عملا از خواسته خود به خاطر رضایت الله و پیامبر میگذارم، خب این گذشتن از خواسته خود به خاطر رضایت الله و پیامبر باعث ناراحتی ما شده، هنوزم در قلب من ایمان به الله و پیامبرش جا نگرفته. پس یکی از اساسی ترین حقوق الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما و شما امیست که بدانیم قلب خود را پاک بگردانیم، خالص بگردانیم به خاطر رسیدن به رضایت محبوب که الله متعال باشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم. هرگاه منزلت یک کسی، یک چیزی، یک عملی، یک کاری در قلب ما نسبت به جایگاه و منزلت الله و پیامبرش بیشتر بود، نتونستیم از امو کار بگذاریم به خاطر الله و پیامبر، پس دوباره در مورد محبت خود با الله و پیامبر چی کنیم؟ تجدید نظر بکنیم. و این چی رقم ممکن است؟ چی زمان انسان میتونه عملا در قلب خود محبت الله را جای بده و چی زمان یک نفر میتونه در قلب خود محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جای بده؟ کار اولش است که نسبت به اینها شناخت داشته باشه. هر قدر که معرفت ما نسبت به الله افزایش پیدا بکنه، صفات کمال بیشتر الله را بشناسیم، به اونمو اندازه محبت الله در قلب ما بیشتر جا میگیره. به هر اندازه‌ای که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیشتر بشناسیم، به تناسب شناخت بیشتر ما نسبت به پیامبر، محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب ما بیشتر جا میگیره. و اگر ما در جامعه خود این گپا بگیم، شاید برای بعضی ها خیلی سنگین تمام شود که ما حقیقتا الله و پیامبر را به او اندازه‌ای که مستحق شناخت بود نشناختیم. این گپ ما غلو و مبالغه نیست که اگر بگیم ما در جامعه به او اندازه‌ای که لازم بود به عنوان یک مسلمان الله را باید بشناسیم نشناختیم، به او اندازه‌ای که لازم بود برای ما که پیامبر را باید بشناسیم نشناختیم. اگر میشناختیم نسبت به اونها محبت می‌داشتیم و اگر محبت می‌داشتیم در رفتارهای ما علامات و نشانه‌های از اونها واضح دیده میشد. چون بیشتر گفتم علما میگن که اصلا مفهوم محبت تعریف کرده نمیشه، چون یک احساس است، یک احساس درونی است.